خود چه حق تعالی بیان میکند. خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجن من مارج من نار. آدمی زادم میگه از یک خاک خلق کردیم، از لایی که از صفال انسان خلق کردیم، جینی ها را از آتش خلق کردیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس شما ای آدمی ها و شما ای جینی ها کدام از قدرت های پروردگار خود را انکار میکنید؟ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب. این خداوند زمین کره شکل خلق کرده است. در جای دیگر رب المشارق و رب المغارب یاد کرد، یعنی پروردگار مشرق ها و پروردگار مغرب ها. فبأی آلاء ربکما تکذبان. ای انسان ها و ای جینی ها کدامی از نعمت های پروردگار خودتان انکار میکنید؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو بحر را خلق کردیم، حق تعالی گفت هرچند که به همدیگر متصل هستند اما در میانشون یک پرده گذاشتیم که آب این بحر به آب دیگرش آمیخته نمی شود. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس شما ای انسان ها و ای جینی ها کدام نعمت های قدرت های پروردگار خود را انکار میکنید؟ یعنی که این سوره از همون ابتدا تا انتها قدرت های خود چه حق تعالی یک به یک نعمت های خود چه یاد میکند و مورد خطاب دو طایفه هستند، آدمی ها و جینی ها. چرا که همین دو گروه هستند که مکلف هستند. دیگر این زمین و آسمان و کوه و اینا مکلف نیستند. اینا خواه و ناخواه فرمان پروردگار خودشان اجرا میکنن. اما آدمی زاد و جینی خود به عهده گرفت که من به اختیار خود پروردگار را پرستش میکنم و عبادت میکنم. از این قرائت پیامبر خدا همچنانی که حضرت استاد یادآور شدن، اونا بسیار مؤثر شدن، پنهانی ایمان به پیغمبر خدا آوردن، بعدا واخوری ها تشکیل کردن. حق تعالی پیغمبر خودش آگاه کرد که یک گروه جنی ها قرائت تو را شنیدن، به تو اسلام آوردن. بعدا نماینده های خودشون فرستادن، چی پیش از هجرت چی بعد از هجرت. طبق گفته مورخین و محدثین 5 واخوری پیغمبر خدا با اونها کرد، اونها را به سوی اسلام دعوت کرد. یعنی پیغمبر ما هم پیامبری تمام آدمیت است، تمام انسانیت است، هم پیغمبری انس و جین و پری و دیگر مخلوقات. خوب، بعداً حضرت در همون سال که اگر به میلادی بگردانیمش ایولی سال 619 میلادی، به کفالت و حمایه مطعم ابن عدی چنانه که یادآور شدن در هفته گذشته داخل مکه شدن و از دعوت دست نکشیدن. هنوز هم مردم به سوی اسلام دعوت میکردن. خصوصا وقتی که ماهای موسم حج فرا رسید که از تمام قبایل عرب، از اکناف و اطراف نیم جزیره عرب از برای زیارت خانه خدا مردمان می آمدن، حضرت فرصت غنیمت دانسته آنها را به سوی اسلام دعوت میکرد. در کتاب‌های مورخین ذکر شده است که حضرت از سال 10 بعثت تا سال 13 بعثت 15 قبیله را تخمین دعوتی به سوی اسلام کرده است که اکثریت همین قبیله ها در سال 10 بعثت مورد دعوت پیامبر خدا قرار گرفتند. خب این کدام قبیله ها بودند؟ ناماشون از ذکر میکنیم، چرا که استاد ما عادت دارد که هر چیزی را نامش از ذکر میکند، سنش از ذکر میکند تا اینکه صحبت ما هم مفصل تر باشد. اینا قبیله های بنی عامر ابن سعسعه، محارب ابن خسفه، قبیله فزاره، غسان، مره، بنی حنیفه، بنی عباس، بنی سلیم، بنی نصر، بنی البکا، بنی کنده، بنی کلب، محارب ابن حارثه، بنی عزره، بنی حزارمه. همین 15 قبیله را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اکثریت اینها را
شاید که بیشتر از 10 قبیله اینها را در همین سال 10 بعثت به سوی اسلام دعوت نمود، اما هیچ کدام از این قبیله ها دعوت پیامبر خدا را قبول نکردند. دعوت امساله حضرت از دعوت پیشینش به این فرق داشت که اگر در دعوت‌های پیشین فقط دعوتی به سوی اسلام میکرد، در این سال حضرت دیگر از همون مردم قبیله طلب میکرد که در برابر اینکه ایمان آوردند و اسلام قبول کنند، پیامبر خدا را در میان خودشان جای دهند و از او حمایت کنند. همین یک طلب زیادتی بود که پیغمبر خدا از اونا طلب میکرد. اما به سببای گوناگون بعضی از این قبیله ها به ملایمی رد کردند، بعضی ها به سختی رد کردند. مثلا بنی کلب، پیامبر خدا به نزد قبیله بنی کلب رفت، اونا را دعوتی به سوی اسلام کرد. گفت روزی می شود که خداوند دین خودش در بالای تمام دینها غالب میگرداند. اگر شما از من دفاع کنید، خداوند خیر دنیا و آخرت از به شما عطا میکند. اما آنها به یک سخن ملایم خوب رد کردند، دعوت حضرت قبول نکردند. قبیله بنی حنیفه باشد، یک پاسخ بسیار زشت و بد به پیغمبر خدا دادند. هرچند که مثلا در همه مردم، در همه خلقیت ها آدمای خوب و نیک یافت میشوند، آدمای بد هم یافت میشوند، اما همین قبیله حنیفه همین بداشون زیادتر بود. چی بلایی داشتن که بسیار مردمی سرسخت و بدبخت بودن اینا. حضرت پیغمبر داشت ذکر میکند در حدیث که هیچ یک از قبیله های عرب به مانند بنی حنیفه پاسخی بد به من ندادن، حضرت دلازار کردن. بعدا هم همین گروه مسیلمه کذاب ناکسی ملعون که دعوای پیغمبری میکرد از همین قبیله پیدا شد. فتنه های بعدینه هم که در عصرهای 19 حتی پیدا شدن از همین قبیله سرچشمه گرفتن. حتی در بعضی حدیث های صحیح آمده است که حضرت دیارها را ذکر میکردن که خداوند در یمن ما برکت ده، در شام ما برکت ده، در مدینه ما برکت ده. صحابه ها لقمه میدادن که یا رسول الله در نجد ما هم برکت ده، همین سخن ذکر کن. اما حضرت ذکر نکردند. وقتی که چندین بار او شخصی سوال کننده همین سخن تکرار کرد، حضرت گفت که اوجا جای خیر نیست. تمام فتنه های بعدینه که پیدا می شود از همون سرزمین سر می زند. خب بنابراین این بنی حنیفه به پیامبر خدا پاسخ بسیار بدی دادند. وقتی که عامر ابن صعصعه را حضرت دعوتی به سوی اسلام کرد، اینها در میانشون یک شخصی بود به نام بحیره ابن فراس، انسانی بسیار زیرک بود. به مردمشون خطاب کرد، گفت ای مردم، گفت اگر همین جوان قریشی را همراه ما بگیریم، من اطمینان کامل دارم که روزی می شود که تمام عرب در پیش او زانو خم میزنند، تمام عرب مسخر او می شوند. بنابراین این باید که همراه ما بگیریم، از او پیروی کنیم، از او دفاع کنیم. بعدا از حضرت پرسید، گفت اگر ما تو را قبول کنیم، اسلام قبول کنیم و شما را به نزد قبیله خود بریم، آیا بعد از گذشتن شما، بعد از آنی که تمام عرب ها مسخر شما میشوند، شما چی کار میکنید؟ آیا ریاست و رهبری به ما میرسد؟ یعنی که این بحیره غرض دنیوی داشت، از وجود پیغمبر خدا شخصی رهبر میدید. بعضی شخصای رهبر و بعضی شخصای مثلا صاحب اراده هستند که از همون شخصیتشون رهبری دیده می شود، اما غرضش دنیوی بود. گفت بگذار که ما شما را همراه خود میگیریم، بعدا اسلام غالب می شود، ما می خواهیم که رهبری بعد از شما به ما رسد. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که پیغمبر خدا بودند، گفتند که رهبری به دست خداوند است، نه به دست منم نه به دست دیگر کس. هر کسی را که خدا خواهد رهبر تعیین میکند و من اختیاری ندارم. وقتی که این پاسخی حضرت او بحیره شنید، گفت ما از تو حمایت کنیم، جان ما در خطر باندازیم، تمام عرب ها را دشمن خودمان کنیم و آنگاه رهبری هم به ما نرسد. بنابراین گفتن ما به تو یگان نیازی نداریم. از دعوت پیغمبر خدا صرف نظر کردند. وقتی که همین قبیله
به منزل خود برگشتن، یک موی سفیدی بود، یک شخصی سال خورده بود که در تمام کارها از او مصلحت میکردن. به نزدش رفتن، همین واقعه را نقل کردن که یک جوان قریشی دعوای پیغمبری میکند، از ما همین درخواست کرد. اون موی سفید بسیار ملامتشون کرد، گفت شما ناکسا، گفت شما یگان بار دیدگی هسته که یگان کسی از فرزندای اسماعیل دروغ گفته باشد. پیغمبر ما نسب به حضرت اسماعیل ابن ابراهیم می دارد. یگان فرزند اسماعیل گفت دروغ نگفته است. شما بسیار کار نامعقول کرده که همون شخص همراه خود نآورده. گفت دیگر یگان آب سری شما را شستشو نمیکنه. این کار شما کاری بسیار نابخشودنی بود. اما دیگر سخن او پیر به اونا منفعت نداد. خب هرچند که این قبیله ها در مجموع دعوت پیغمبر خدا را قبول نکردن، اما حضرت دل شکسته نمی شدن، به علاهیدگی مردم دعوت به سوی اسلام میکردن. چنانه که عادت تمام پیغمبرای خدا هست. مثلا در قصه حضرت نوح به خداوند ناله میکند که ربی اینی دعوتهم لیلا و نهارا، خدایا من شبانه روز اینا را دعوت کردم، در جماعتشون اینا را دعوت کردم، به علاهیدگی اینا را دعوت کردم، آشکارا و پنهانی دعوت کردم. حضرت هم از همین دعوت خسته نمیشدن، انسانها را به علاهیدگی دعوتی به سوی اسلام میکردن. و در همین سال 10 بعثت چند نفر اسلام قبول کردند، چند شخصیت معروف در اسلام از مردمی غیر مکه، که یکی از اینها سوید ابن سامید بود. سوید ابن سامید از مردمی یثریب بود. یثریب این نامی قدیمه مدینه منوره. شخصی بسیار شاعر و دانشمند بود. از بزم این شخصی دلیر، شجاع، بنابراین او را لقبش کامل گذاشته بودند، یعنی که انسانی پره، همه طرفه. این مرد وقتی که به طواف خانه خدا رفت و گرد خانه خدا طواف میکرد، سخنای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به گوشش رسید. به نزد حضرت آمد، گفت گمان میکنم که علمی که تو داری از نوع علم من است. حضرت گفت تو چی علم داری؟ گفت من حکمت لقمان دارم. حضرت گفتن کو ابراز کن. سوید ابن سامید همون سخنای حکمت آمیزی که از بزرگا و از گذشته ها مانده بود به حضرت نقل کرد. چندین شعری به حضرت گفت. حضرت گفتن بسیار سخنای خوب، بسیار سخنای پسندیده، اما این چیزی که من دارم از این سخنای تو بالاتر است و بهتر است، چرا که این کلام پروردگار است که به سوی هدایت و نور بنده های خود را دعوت میکند. سوید گفت که شما هم ابراز کنی. حضرت اسلام برای او تعریف کرد، آیه های قرآنی را در نزدش تلاوت کرد. سوید سرش فرود آورده به قرآن گوش می انداخت. بعدا سرش برداشت، گفت در حقیقت سخنی می گفته تو از این علمی که من دارم بالاتر است، این از دیگر سرچشمه هست. بنابراین من تصدیق میکنم که تو پیامبر خدا هستی. کلمه شهادت به زبانش آورده مسلمان شد. هر کسی که مسلمان میشد حضرت تاکیدشون میکرد که نزدیکا و اقربای خودتون دعوتی به سوی اسلام کنید. این وظیفه هر فرد مسلمان است، امر به معروف و نهی از منکر. اما این سوید وقتی که به نزد اهل بیتش برگشت و اونا را دعوتی به سوی اسلام کرد، از میان همین چند روز نگذشته بود که در بین یثریبی ها یک جنگ سختی به وقوع آمد که به نام جنگ بعاث یاد می شود. جنگ بسیار سخت بین قبیله اوسی ها و خزرجی ها. و در همین جنگ سوید ابن سامید جام شهادت نوشید و از دنیا گذشت. دومین نفری که از مردم یثریب در همون سال اسلام آورد ایاس ابن معاذ بود. وقتی که بین اوسی ها و خزرجی های یثریب جنگ می شد، اوسی ها نسبت خزرجی ها کمتر بودند. بنابراین به مکه آمدند تا اینکه از مردم قریش کمک طلب کنند. در میان همین یثریبی ها و اوسی ها ایاس ابن معاذ گفتنی یک جوانی بود. وقتی که به مکه آمدن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم طبق عادت به نزدشون رفت، اونا را دعوتی گفت برای چیکار آمدی؟ گفتن برای همین از مردم قریش
کمک طلب میکنیم. حضرت گفت میخواهی که من از او کمکی که از قریش طلب میکنه یک چیزی بهتری برای شما پیشنهاد کنم؟ گفتم بله. حضرت اسلام برای اونها تعریف کرد. اسلام دین صلح است، دین آشتی است. این معلوم است که وقتی که اونا مسلمان میشدن و برادرای خزرجی خودشون هم دعوتی به سوی اسلام میکردن، این جنگ و خرخشه از بین میرفت. بنابراین حضرت اسلام برای اونها تعریف کرد، چندین آیه های قرآنی را در نزدشون تلاوت کرد. ایاس در نزد قومش گفت به خدا گفت قسم که این پیشنهادی که محمد دارد از اون مقصد و هدفی که ما داریم بهتر است. چی می شود؟ گفت مسلمان شویم و همگی به سوی قوممون برگشته و اونا را مسلمان کنیم. اما از بس که رهبرشون یک مرد دیگر بود، خاک گرفت در روش پاشید، گفت خدا جان تا بگیره. گفت ما برای همین اومده، مقصد ما دیگر است. بنابراین دیگر از دعوت پیغمبر خدا دست کشیدن. اما ایاس مسلمان شد. این مرد وقتی که به مدینه رفت، وقتی که از سبب بیماری در همون سین جوانی در سکرات مرگ قرار داشت، با کلمه شهادت از دنیا رفت. لا اله الا الله و الله اکبر سبحان الله الحمدلله گویان جان به جان آفرین سپارید. ابوذر غفاری هم در همون سال و زمان مسلمان شد. حضرت عبدالله ابن عباس از زبان ابوذر نقل میکند. این نقل در صحیح بخاری آمده است. ابوذر نقل میکند که من در قبیله غفار بودم، در همونجا زندگی میکردم. قبیله غفار در همون اطراف یثریب هست، از یثریب بیرون در همون اطراف. اینا یک قبیله خونخور بودن، رازن. ابوذر همین آوازه پیغمبر به گوشش رسید، برادرش فرستاد، گفت میروی به مکه مکرمه، این شخصی که دعوای پیغمبری میکنه سخناش هم میشنوی، با او صحبت میکنی، بعد آمده به من خبر میکنی. برادرش به مکه مکرمه آمد، با حضرت هم صحبت شد. بعدم برگشت به همون قبیله غفار و به ابوذر گفت که یک انسان بسیار خوش سیما را دیدم، زبان شیرین دارد، به سوی خوبی ها دعوت میکند، از کارهای زشت بد منع میکند و یک کلام قرائت میکند که از جانب خدا هست، میگوید کلامی بسیار شیرین. اما ابوذر میگه که گفته های برادر مرا قانع کرده نتوانستم. بنابراین خودی حضرت ابوذر در دستش عصا و در یک دست دیگرش بارخلطه غذا میگیرد و به سوی مکه مکرمه از برای دانستن حقیقت رهسپار میشود. به مکه می آید، از بس که از وضعیت خبر داشت، احوال مردم مسلمان و احوال کفار بدبخت میدانست، از یگان کس میگه چیزی نپرسیدم، همون خودم خلوت جاسوسی میکردم. در نزدیکی چاه زمزم آب از چاه زمزم می نوشید که ناگاه حضرت علی کرم الله وجهه از پیشش میگذرد. به میپرسه که غریب هستی حضرت علی؟ حضرت علی بسیار جوان بود، میگه بله من غریب هستم. به حضرت علی به مهمانی دعوتش میکند، به خانه حضرت علی میروند، مهمانداریش میکنه. اما نه حضرت علی از او چیزی میپرسه، نه او از حضرت علی چیزی میپرسه احتیاطاً. فردا باز حضرت علی گذر میکنه که ابوذر را میبینه در همونجا گشت گذار داره. حالا هم میگه یگان مکانی نیافتی؟ ابوذر میگه نه. بار دیگر حضرت علی مهمانیش میکنه. بعدا میپرسه که مهمان سبب آمدن شما چی بود، چی مقصدی دارید؟ ابوذر میگه اگر سیری مرا بپوشانی و آشکار نکنی، من سبب آمدن من به تو میگم. حضرت علی هم عهد میکند که چی سیر اسرار داشتگی باشی من آشکار نمیکنم. میگه سبب آمدن من همین است، شنیدیم که یک مرد از دیار شما به پیغمبری مبعوث گشته است، دعوای پیغمبری میکند و این شنیدنی ها مرا قانع کرده نتوانستم. بنابراین خود آمدم که شنیدن به مانند دیدن نیست که با او هم صحبت شوم. حضرت علی میگه که رهیاب شدی، برادر همراهی من بیا. مصلحت میکنه حضرت علی که من پیشا پیش میروم، تا از عقیب میآیی و وقتی که یگان شخصی شبهناک از پیش چشم ما آمد، من خم میشوم گویا که پای افضالای خود من درست میکرده باشم، تو منو بگذر
که او مرد خبردار نشود که ما یک جایه ایم. یعنی تمام این احتیاطکاری ها را از جهتی همون بدبختی مردم قریش میکردن. بعدا رهسپار میشوند حضرت علی پیشاپیش، ابوذر از عقیبش. حضرت علی داخل یک خانه می شود، ابوذر هم بعد از چند داخل همون خانه می شود، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم صحبت می شود. حضرت نصیحتاش می کند، آیه های قرآن به او تلاوت می کند. حضرت ابوذر به دست پیغمبر خدا مسلمان می شود. بعد حضرت نصیحتش میکنه، پیغمبر خدا میگه ابوذر تو تنها هستی، غریب هستی، بنابراین خوب میشود که به نزد همون قبیله خودت برگردی، نزدیکا و خویش اقربای خودت دعوتی به سوی اسلام کنی تا اینکه یگان زیانی به جان تو نرسد. اما ابوذر از اون مردای جوان مردی بود، از اون شخصای غیور مسلمانی بود. گفت یا رسول الله، گفت قسم به خدا، گفت تا اعلام کلمت الله در پیش خانه خدا در بین مشرکان نکنم، تا کلمه شهادت به زبان بلند نگم، دل من آرام نمیگیرد. حضرت ابوذر از همون مکان خارج شد، به نزد خانه خدا رفت، در صورتی که در گرد خانه خدا مردم زیادی از مشرکای قریش جمع آمدگی بودند و به آواز هر چند بلندی که داشت اعلام کرد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گواهی میدهم که خدا یک و یگانه و بی‌شریک است و گواهی میدهم که محمد فرستاده و بنده اوست. غیرت بینی در میان یک گرگای خونخوار وحشی کافر. این مردم قریش مشرکا تلخکف شدند، از هر سو ندا دادن که گفتن به حساب از دین برگشته برسید، جزاشو بتین. یکی عباره همه در بالای ابوذر حمله کردند، همچنان زدند و کوفتندش که حضرت نزدیک به هلاکت رسید، قریب که بم بره، تا اینکه عباس عمک پیغمبر که حالا مسلمان نشیده بود به دادش رسید، آمد او را از چنگ این گرگای خونخوار خلاص کرد. گفت این نامردا، آخی پگه شما تجارت از پیش قبیله همینا گذر میکنی؟ شما گمان میبره که قبیله غفار وقتی که یک نفری اونا را قتل میکنه شما را آرام میگذارن؟ خانمانتون هم میزانن، از تجارت از گشت شما را منع میکنن. به همین بهانه حضرت عباس او را از چنگ او کافرای ملعون خلاص کرد. اما ابوذر به این هم دلش آرام نگرفت. مشت لگد کافر اراده مسلمانی او را شکسته نتوانستند. فردا بود که باز ابوذر به همون نزدیک خانه خدا پیدا شد، شهادت به زبانش آورد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. چقدر به کافر سخت میرسه. در دیار ما بعضی ها از ندای الله اکبر تلخکف میشوند، بعضی هایی که دعوای مسلمانی میکنند چی گفته میشود؟ به شخصی که در میان کافران ندای کلمه شهادت بلند اظهار میکنه. بار دیگر در بالاش حمله کردند، همون قدر زدند و کفتندش. بار دیگر حضرت عباس به فریادش رسید، گفت این کار نکنی، این امروز شما میکشه، اما تمام از تجارت، از رفتن به سوی یمن شما منع میشوی، دیگر راه تجارت شما بسته میشود. در مقابل این یک کس قبیله غفار 100 کسی شما را از دم تیغ میگذرونه. بعد از این حضرت ابوذر به نزد قبیلش برگشت. اینا غیرت اسلامی گفته میشود برادرها. کاش که مسلمانای امروزه ما از 100 یک غیرت ابوذر غفاری را می داشتن. وقتی که این غیرت می داشتن، کافر حق داشت که این کارهای شرمنده آوری که هست اینا را کنه. خب ابوذر غفاری به نزد اهل قبیلش برگشت، اونا را دعوتی به سوی اسلام کرد، نزدیکای خودشون همه را مسلمان کرد، تا زمانی که پیغمبر خدا به سوی یثرب مدینه الرسول هجرت کرده بود. ابوذر همراه چند عائله مسلمان شده به خدمت پیغمبر خدا رسیدند و دیگر کسانی از مردم یمن که در همون سال 10 بعثت اسلام قبول کرد
این طفیل ابن عمرو دوسی بود. طفیل ابن عمرو یک سرور یک قبیله بود در یمن. اینا تماما علاهیده بودن، به یگان پادشاه و سرور گوش نمی انداختن، خودشون تنها. همین طفیل رهبرشون، یک مرد بسیار عاقل دانشمند با آبرو. بنابراین وقتی که طفیل به زیارت خانه خدا آمد، مشرکای مکه به استقبالش برآمدند. رهبرای مکه او را قبول کردند، مهمان نوازیش کردند و در ضمن شکایت کردند. گفتند یک مرد در میان ما از میان ما دعوای پیغمبری میکند و یک سخنهای میگوید که میگوید از جانب خدا هست. به این سخنهای خودش، به این دین خودش، مرد از همسرش جدا کرده است، پدر از فرزند جدا شده است، برادر با برادر قهری شده است، بسیار احوال ما را به تنگ آورده است. بنابراین گفتند طفیل، وقتی که گرد خانه خدا طواف میکنی و عبادت میکنی، هیچگاه به سخنهای او گوش نده. سخنهای او سحر است، انسان را به سوی خودش جذب میکنه. مبادا گفته های او را نشنوی، فریفته او نشوی. طفیل نقل میکنه که از بس که به من در گوش من خواندند دیگر گفتم که باید سخناش نشنوم. در گوشش پنبه میگذاشته است، پخته را محکم در گوشش میگذاشته است و بعدا ارکان حج اجرا میکرده است که مبادا سخنای محمد در گوش من نرسند. بردی همو گرد خانه خدا طواف میکرد، اما پروردگار توانا بعضی از سخنهای پیغمبر خدا را در گوشش رسانید، با وجود همو پخته بودن در گوشش. شیطان لعین از وجودش دور شد، عقلش کار فرمید، در دل خودش ملامت کرد، گفت خدا جان تا بگیره طفیل. اوی تو چیکاری کرده است؟ خدا رنگی کودکو مسخره کردی. تو به نزد اهل قبیلت برمیگردی، مردم میگن یک شخص دعوای پیغمبری میکرده است، او را به ما تعریف کن، چی سخن دارد؟ تو چی میگویی؟ و دیگر این که من یک شخصی دانا باشم، به عقل باشم. خوب، اگر سخنهای خوب میگفتگی باشد با جان و دل قبول میکنیم، اما سخنهاش اگر سخنهای بد باشند، چنانه که مردم قریش دعوا دارن، قبولش نمیکنم، برای من چی زیان دارد؟ بعد پختر از گوشش گرفته دور انداخت، به نزد حضرت آمد، گوش انداخت. وقتی که سخنهای پیغمبر خدا را شنید که به سوی اسلام و به سوی تازگی دعوت میکند و آیه های قرآنی در گوش انداخت، به دست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان شد. بعد گفت یا رسول الله، گفت قوم من بسیار مرا احترام میکنن، بسیار یک آبروی در میان قومم دارم، به نزد اونها میروم، اونها را به سوی اسلام دعوت میکنم، اما از تو یک خواهش دارم که در حق من دعا کن تا اینکه خداوند یک نشانه به من دهد که کمک کننده در کار من شود. حضرت در حقش دعا کرد. وقتی که این عمرو دوسی به نزد قبیلش رفت، به امر خدا همون دعای پیغمبر خدا اجابت شده بود و یک نور از چهره او نمودار شد. چهرش به مانند چراغ درخشش میکرد، روشنایی میکرد. اما طفیل ابن عمرو دعا کرد، گفت پروردگار خودش دعا کرد، گفت همین نور را گفت در چهره من نمی در جای دیگر گذار، تا اینکه این مردم نگن که او بیمار است، یگان تهمت دیگر را به من نسبت ندهند. خداوندم دعاش اجابت کرد، همون نور در تازیانش، در قمچینش پیدا شد. پدرش مسلمان کرد، همسرش مسلمان کرد، تمام قبیلش به سوی اسلام دعوت کرد. هرچند که آهسته آهسته بود، اما عاقبت تمام قبیله به دست او مسلمان شدند بعد از چندین وقت. و همین مرد بعد از هجرت پیغمبر خدا خودش به مدینه رسانید، به خدمت پیغمبر خدا خودش رسانید، در اسلام خدمت‌های بسیار ارزنده کرد و در جنگ یمامه بر ضد مسیلمه کذاب ملعون جام شهادت نوشید و شهید از دنیا گذشت. پنجم نفرش از مردم همون یمن زیماد ازدی یک اینمی دیوانه ها را می خونده است، به امر خدا شفا می افتیان. وقتی که گرد خانه خدا طواف میکرد، همین آوازه در گوشش رسید که محمد دیوانه است، این دیوانگی داره، نعوذ بالله. گفت میرم پیشش میخوانمش، یگون صاحب ثواب میشم.
بعد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اومد گفت او محمد، گفت همین خیلی خبرها شنیدیم که تو دیوانه ای، نعوذ بالله، اگر خواهی من تو را شفا میدهم، طبابت میکنم. اما حضرت با ملایمتی یک جمله گفت، الحمدلله، گفت نحمده و نستعینه، من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. مضمون این جمله مختصر حضرت همین می شود که گفت خدا را سپاس میگویم و از او کمک طلب میکنم. هر کسی را که او هدایت کند هیچ گمراه کننده ای ندارد، هر کسی را که او گمراه کند هیچ راهنمایی برای او پیدا نمی شود. گواهی می دهم که او یکه و یگانه و بیشریک است و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. اما بعد، زیماد ازدی با دقت به این سخن پیغمبر گوش کرد، گفت بار دیگر تکرار کن. حضرت بار دیگر تکرار کرد. از بس که دید که زیماد با دقت گوش دارد و اندیشه دارد، بار سوم همین جمله را حضرت تکرار کرد. زیماد گفت ما گمان کردیم که برای به نزد دیوانه آمدیم، بیمار را طبابت میکنیم، معلوم می شود که به نزد طبیب آمدیم. ما همون دیوانه هستیم که به نزد طبیب آمدیم. این سخنی تو همون قدر عمق چقری دارد، همون قدر معنی دارد که هیچ سخنی بشریت مانندی ندارد. بنابراین گفت اسلام عرض کن. حضرت هم کلمه شهادت به او عرض کردند، به دست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان شد. خب این 5 نفر بودند که از مردم غیر مکی به دست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان شدند. اما چنانه که گفتیم در این سال 10 بعثت یگان قبیله دعوت پیغمبر خدا را قبول نکرد. اما حضرت ناامید نمیشد. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، همراه هر دشواری دو آسانی است. از نامدگی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. حضرت هنوزم مردم دعوت میکرد، خصوصا همین موسم حج فرا میرسید، از فرصت استفاده برده به نزد قبیله ها رفته اونا را دعوت میکرد. سال 11 بعثت فرا رسید. سال 11 بعثت که با ایولی 620 میلادی مطابق است. حضرت شبانه می رفته است. از جهت همین مشرکای بدبخت که صد راه نشوند، شبانه خواب به خود حرام کرده و نزد قبیله ها می رفته، اونا را دعوت به سوی اسلام می کرد. یعنی این چی مشقت ها و چی زحمت ها کشید، چی زحمت ها کشید تا یافتی راه، سنم بگذاشتی بگزیدی الله. حضرت مولوی گفتند. باره همراه حضرت ابوبکر و علی دو یار خود رضی الله عنهما، حضرت شبانه از منزل خارج شدند برای دعوت. فقط از مردم طلب میکردند که خدا را قبول کنند. به نزد قبیله بنی زحل رفتند، اونا را دعوت کردن، اونا قبول نکردن. میان حضرت ابوبکر و یک نفر این قبیله زحل یک رد و بدل شد، نزدیکی به جنگ میخواستند. از اوجا گذشتند به نزد قبیله شیبان ابن ثعلبه رفتند، اونا را هم دعوتی به سوی اسلام کردن. او به ملایمی حضرت قبول کردن، اما اسلام قبول نکردن. در راه می رفتند، ناگاه صدای 6 نفر به گوش پیغمبر خدا رسید. 6 نفر از مردم یثریب که همگی از قبیله خزرج بودند، عاقل‌ها و شریفای مردم خزرج. اینها این شخصیت های تاریخی هستند: اسعد ابن زراره، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک ابن جعلان، قطبه ابن حدیده، عقبه ابن عامر ابن نابی، جابر ابن عبدالله ابن ریاب. همین 6 نفر با هم دیگر صحبت میکردن. اینا در چی مورد صحبت میکردن؟ همون مشکلی های مردم یثریب، همون جنگ جدالایی که در میان یثریبی ها هست. این یهودی هایی که همسایه یثریبی ها بودن، بنی قینقاع و بنی نظیر، اینا را شور میانداختن، اینا با هم دیگر جنگ میکردن. بعد زورشون نمیرسید، با قرضشون میدادن.
قرضشون میدادن، سلاحشون میدادن. بعد قرض طلب میکردن، اینا قرض دادن نمیتونستن، زمیناشون هم میگرفتن، خرمازاراشون صاحبی میکردن. بنابراین این همین 6 نفر همون مشکل ها را با همدیگر میگفتن که چی بلای آمد در بالای ما و چی راه اصلاحی هست. گفتگوزار داشتن. حضرت سخنای اونا را شنید، به نزدشون رفت، گفت میخواهید که با شما بشینیم و چند صحبتی با شما کنیم. اونها هم قبول کردن. حضرت در پیشون نشست، بعد اونا را به سوی خدا یگانه دعوت کرد. گفت من پیغمبر خدا هستم که از جانبی او برانگیخته شدم. دین اسلام برای اونا تعلیم داد. آیه های قرآنی را در نزدشون تلاوت کرد. در رفت صحبت رسول اکرم اینا به همدیگر به دقت نظر کردند، گویا که چیزی را دانسته باشند. وقتی که حضرت صحبت خود چه خاتمه داد، اینا به همدیگر گفتند، به خدا قسم گفتند این همون پیغمبری موعودی هست که یهودی ها ما را از او خبر میدهند. وقتی که میان یهودی ها و میان همین عرب های یثرب یگان اختلافی میشد، یهودی ها اینا را تهدید میکردند که روز میشود که پیغمبر آخر زمان پیدا میشود، وقت زمانی پیدا شدن او فرا رسیده است، ما همراه او شده شما را قتل عاد و ایران میکنیم، شما عرب های بت پرست مشرک جزا میدهیم. همچنین تهدیدهای همین مردم عرب میکردند. بنابراین گفتن هر جایی که باشد این همون پیغمبری موعود هست که یهودی ها ما را خبر داده بودند، از او تهدید میکردند. بنابراین کاری کنیم که پیش از یهودی ها مسلمان شویم. به دست پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مسلمان شدند. بعدا گفتن یا رسول الله ما به نزد قوم می رویم که قوم ما همچنان دشمنی در میانشان هست که در میان یگان خلق ملت نیست، همدیگر را چشم دیدن ندارند و امید داریم که به همین دینی تو، به واسطه تو خداوند اونا را سرجم سازد. اگر خداوند اونا را سرجم سازد و اونا مسلمان شوند، البته که شما را همراه خود میگیریم و تو انسانی بسیار عزیزی در میان مردم یثرب میشوی. بعدا اینا بعد از موسم حج به سوی منزل مکان خود برگشتن. اهل بیت خودشون دعوتی به سوی اسلام کردن، خصوصا اسعد ابن زراره. اسعد ابن زراره غیر از اهل بیتش در مدینه میگشت، مردم به سوی اسلام دعوت میکرد، تا اینکه در یک مدت کوتاه در تمام مدینه منوره، در تمام یثرب آوازه پیغمبر آخر زمان پهن شده بود. چندین عائله های مسلمان شدگی بودند. و در همین سال 11 بعثت حضرت با مادرمان بی بی عایشه عقد ازدواج بست. سبب انتخاب کردن عایشه را بعضی از عالما گفتن شاید از اون جهت باشد که حضرت خواست که میان همون کسایی که در نوبت اول مسلمان شدگی باشند رابطه مستحکمتر داشته باشد. بنابراین دختری ابوبکر صدیق انتخاب کرد. عایشه مادرمان حالا خردسال بودند، بنابراین حضرت عقد نکاح با او بست، اما به خانه‌اش نآورد. بجای او با سوده نکاح کرد. سوده این یک زنی بود از مسلمانان که شوهرش به حبشه رفته بود، شوهرش از دنیا گذشت، این زن بیوه ماندگی بود، کسی نداشت، سین سالش هم به جای رسیدگی بود. حضرت از بس که دستگیر یتیما و دستگیر بیوه ها بود، سوده را در ازدواج خودش داخل کرد. تمام همین ازدواج هایی که پیغمبر خدا کردگی هست، مجموع تمام زن هایی که گرفتگی هست، به همین مقصدا بودن، یا اینکه برای دوستی، یا اینکه برای صلح، برای اسلام، برای دستگیری یتیمکاشون، نه از برای شهوت. با سوده پیغمبر خدا عقد ازدواج بستند. یعنی چنانه که گفتیم پایان شب سیاه سفید است. در سال 11 موفقیت های بسیار بزرگ در پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نائل شد و در همین سال حضرت به شب معراج رفتند.
طبق قولهای درستر در همین سال 11 پیغمبر خدا را خداوند مهمان خود قرار داد. در این مورد حضرت استاد با شما صحبت کرده بودند، دیگر به این صحبت بر نمیگردیم. اما طبق احادیث و طبق آیه های قرآنی حضرت بیت المقدس رفتند، سپس از اوجه به آسمان یکم و دوم تا آسمان هفتم رفتند، با پروردگار خود به واسطه ملائکه هم صحبت شدند و 5 وقت نماز هدیه را برای ملت خود آوردند و در همون شب رسیدند. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. خداوند خودش به پاکی یاد میکنه که منزه و پاک از خدایی که در یک شب بنده خودش از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و از اونجا تا به علیین علیا برد و با همون شب برگردانید. روز بود پیغمبر خدا نشسته بود در نزد خانه‌اش که آیا این مردم قبول میکرده باشند از معراج اگر خبر کنم. این ابو جهل ملعون از پیشش گذشت، گفت محمد، گفت چی خبرها داری؟ چی خبرها از آسمان داری؟ پیغمبر خدا گفت که در همین شب من مهمان پروردگار بودم، بیت المقدس رفتم، از بیت المقدس تو به آسمان رفتم. که ابو جهل سخت خندید، گفت انا اکنون، گفت دروغ این فاش شد، نعوذ بالله. راست به پیش ابوبکر صدیق رفت، گفت ابوبکر، گفت خبر داری که این رفیق تو چی ادعا دارد؟ حضرت ابوبکر گفت چی؟ گفت میگه که در همین یک شب از بیت المقدس تا از بیت الحرام، از مکه تا بیت المقدس رفته است. بیت المقدس در فلسطین، مسافش به شتر اسب و خر 1 ماه راه بوده است. 1 ماه راه در یک شب رفته است و برگشته آمده است. ابوبکر گفت آیا در حقیقت پیغمبر خدا همین سخن گفت؟ گفت بله گفت. گفت مادامی که گفتگی باشد راست میگم، گفت دروغ نمیگه. اگر گوید که من به آسمان رفتم من قبولش دارم. بنابراین صدیق این لقب در حقیقت به حضرت ابوبکر شایسته است. بعدا خودش به نزد پیغمبر خدا آمد، گفت یا رسول الله، این ابو جهل ملعون چنین میگوید؟ حضرت گفت بله، گفت ابوبکر، پروردگار عالم پیغمبر شما را مهمان خود قرار داده بود و هدیه هم به شما آوردم. 5 وقت نماز برای شما فرض شد. تا او زمان 2 وقت نماز میخواندند، صبح و بیگاه. در یک مدت کوتاه خلق زیادی از مردم مکه گرد اطرافش جمع کردند. از هر طرف تهمت می‌بستند حضرت که این سخنی تو تماما به عقل راست نمیگیرد. چگونه در یک شب بیت المقدس رفتن و آمدن این ممکن نیست؟ کسایی که به بیت المقدس رفتگی بودن به تجارت و همون بینای مسجد دیدگی بودن، زود حضرت زیر سوال قرار دادن برای امتحان که چند دروازه دارد، بیناش چگونه است، چی رنگ است، چی خیل است. همین سوالا را پیغمبر خدا را سوال باران کردن. خلق زیادی گرد اطراف حضرت گرفته بود. خوب اکنون این معلوم است که در شب وقتی که انسان به جای رود، او از کجا تمام اونا در خاطر انسان میمونه؟ اگر هم میگفت من شبانه بودم، این سخنی او را کافر کی قبول میکرد؟ بنابراین حق تعالی پروردگار توانا همون بیت المقدس در پیش چشم حضرت قرار داد. حضرت در مجلس نشسته، کافرها سوال بارانش دارن. حضرت گفت چند دروازه دارد، چگونه است، چی رنگ است، یک به یک به تمام نازکی هاش به اونا نقل کرد که تمام او کسایی که به او دیار رفته بودند و خانه بیت المقدس دیده بودند، همه انگشت حیرت گزیدند. با حضرت با یک سخنی دیگر هم گفت یک کاروان می آید از همین مردم مکه در فلان جا، شتری خودشان در همون شب گم کردگی بودن، من راهنماییشان کردم. همون شتری که پیش و پیش می آید فلان و فلان نشانه ها را دارد، منتظر ایستادن. گفت باید فلان وقت برسد، در فلان موضع بدن، باید فلان وقت برسد. در همون موضع آمد، گفته های پیغمبر خدا بازم درست برآمد. اما چنانه که حضرت گفتند و من یضلله فلا هادی له، کسی را که خداوند گمراه کند یگان راهنمایی ندارد. کافرها هنوزم به همون کفر خودشون یک روی کردند و باقی ماندند.
سال 11 بعثت هم سپری شد. سال 12 بعثت موسم حج فرا رسید. او 6 نفر جوانمردی خزرجی که مردمی یثریب به سوی اسلام دعوت میکردند، این دفعه 12 نفر شدند. از او 6 نفر غیر از جابر ابن عبدالله 5 نفر دیگرش همراهی همین 12 نفره بودند. 7 مردی بیگانه همراهشون بود. 2 اوسی هم در میانشون بود، نماینده های قبیله اوس. به زیارت خانه خدا آمدند و با پیامبر خدا هم صحبت شدند. در عقبه مینا با حضرت هم صحبت شدند. اون 7 نفر مسلمان شده بودند در یثریب. پیغمبر خدا به اونها نصیحت ها کرد، احکام اسلام به اونها آموخت. با پیغمبر خدا بیعت کردند. مواد بیعت این بود که حضرت با اونها دست به دست داد، قسم یاد کردند که به خدا یگان معبودی را شریک نمیاریم، خدا را به یگانگی میشناسیم، دیگر دزدی نمیکنیم، فرزندای خود را زنده به زنده در گور نمیکنیم در خوردی. همین عادتی بد داشتن، دخترها را زنده به زنده گور میکردن بعضی ها. تهمت نمیکنیم، زنا نمیکنیم. به همین کارها با پیغمبر خدا بیعت کردن. حضرت گفتن اگر اینها را اجرا کنی، خدا را به یگانگی شناسی، مرا به پیغمبری قبول داره، زنا نکنی، دزدی نکنی، از گناههای کبیره دست بکشه، من کفیل هستم که خداوند شما را داخل جنت میکند. اما اگر گفت به این گناههای کبیره دست زده، اگر جزای خودتان در همین دنیا دیدید، یعنی که حد شرعی در بالای شما جاری شود، خدا از این گناهتون در میگذره. اما اگر حد شرعی در این دنیا به بالای شما جاری نشد، این در دست پروردگار است. اگر بخواهد میبخشد شما را، اگر بخواهد جزا میدهد. این 12 نفرم به پیغمبر خدا عهد پیمان بستند، بیعت کردند، وعده دادند که این دفعه رفته مردمی بیشتری مدینه را میاریم. این در تاریخ به نام عقبه اولا ذکر میکنند، عقبه یکم. حضرت به عنوان نماینده خود مصعب ابن عمیر عبدری را همراه آنها فرستاد. اولین سفیر اسلام مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر نقل کرده بودیم که یک جوان نازپرور از خانه بود که وقتی که اسلام آورد مادرش زده او را از خانهش پیش کرد. حضرت همون مصعب ابن عمیر همراهشان فرستاد که مردم یثریب هم دعوتی به سوی اسلام کند، هم تعلیمات اسلام دهد و آموزاند. مصعب ابن عمیر همراه همین 12 نفر به یثریب رفت و در خانه اسعد ابن زراره مهمان شد. این 2 نفر، اسعد ابن زراره و مصعب ابن عمیر سفیر پیغمبر، شبانه روز کارشون همین دعوت بود. از خانه می برآمدن، صبح که میشد از خانه می برآمدن، نزد قبیله های عرب می رفتن، اونا را دعوتی به سوی اسلام میکردن. شبانه هم میگشتن، فقط کارشون دعوت بود. به یک شور و شوق زیاد مردم یثریب به سوی اسلام دعوت میکردن و موفق هم شدن. در یک مدتی کوتاه چنان مردم یثریب عائله ها و چیزا را مسلمان کردند که دیگر در یثریب عائله باقی نماند که در میان همه عائله 1 نفر یا 2 نفرشون مسلمان نباشد. بعضی عائله ها بودند که سراسر اسلام قبول کردند. یک قصه جالبی را در تاریخ میارن که بار مصعب ابن عمیر همراه اسعد ابن زراره به سوی قبیله بنی عبدالاشحل می روند. قبیله بنی عبدالاشحل و بنی ظفر می روند. در همون منطقه بنی ظفر در نزد یک چاه می نشینند. مسلمان ها از همه گرد اطراف گیرشون می آیند، صحبت میکنن، یک جویه صحبت دارن. در همون نزدیکی ها باغ از باغهای همون بنی ظفر بود. رهبری باغ سعد ابن معاذ بود، رهبری همون قبیله بنی عبدالاشحل، یک پهلوان نامدار، یک انسانی با آبرو، همراه اسید ابن حضیر. اسید ابن حضیر هم از جمله همون رهبرای همون بنی عبدالاشحل بود. هر دو هم نشسته بودن، مردم زیادی در گرد اطرافشون نشسته. اینا حالا اسلام آوردگی نبودن. سعد ابن معاذ وقتی که این حالت دید که
اسعد زراره همراه مصعب ابن عمر در نزد چاه نشسته با مردم صحبت دارند. سختشون رسید. سعد ابن معاذ گفت که اسید گفت از جات بخی، رفته ای کسایی که میخواهند ضعیفای ما را فریفته کنند، به دین نو جلب دارند، اینا را زده از اینجا پیش کن. گفت میدونی که اسعد ابن زراره گفت بچه خاله من است، خیشی نزدیک من است، بنابراین من نمیخیزم، تا از نزد من رو اونا را از اینجا پیش کن. اسید ابن حضیر نیزش را گرفت به نزدشون رفت. از همون دورگی دشنام و حقارت شروع کرده. این اسعد ابن زراره روش طرفی مصعب کرد. گفت مصعب گفت ایره اسید میگن، اسید ابن حضیر یکی از شخصای نامدار، یکی از پیشواهای همین قبیله است. اگر کاری کنی گفت همین را مسلمان کنی بسیار کاری بزرگی می شود. مصعب گفت خیر خداوند خودش هدایتگر است، اگر بشینه اگر من نصیحتش میکنم. از این طرف اسید حضیر نیزه را گرفته و دشنام و حقارت داد. شما گفت نامعقول میکنی اینجا آمده، مردم ما را فریفته میکنی و دین نو در میان مردم پهن کرده است، اگر به جان خودتان نیاز داشتگی باشه زود از اینجا دفع شوی، وگرنه از دمی تیغ شما را میگذرونم. اما مصعب به ملایمی گفتش برادر گفت چی می شود؟ گفت در نزد ما بشینی، اندک به صحبت ما گوش کنی، اگر معقول نشود میتونی که ما را برانی، ما از اینجا می رویم. اسید گفت بسیار سخنای خوب گفتی. همون نیزش در همون زمین زد و در پیشون شیشت. با مصعب او را دعوت کرد، نصیحت کرد، اسلام و تعلیمات اسلام به او گفت، آیه های قرآنی را به او تلاوت کرد. اسعد میگه پیش از آنی که اسید زبان به کلام بکشاید از چهرش نمودار شد که او اسلام مسلمان شده است. بنابراین گفت اگر گفت کسی به دین شما اگر بگذره چیکار میکنه؟ مصعب گفت سر کلش میشوه، لباساش تازه میکنه، 2 رکعت نماز شکرانه میخونه. از جاش پرید خیست، رفت غسل کرد، لباساش تازه کرد، در همون مجلس 2 رکعت نماز خواند. به نمازهای ما را اگر بگوی که برادر نمازش شروع کن، 1 سال او چیز از یاد میکنه و ایش یاد میگیره و مهلت طلب میکنه و 63 ساله بشن و خیلی بشن. در 1 لحظه در همون مجلس خست، غسل کرد، لباساش تازه کرد، 2 رکعت نماز خواند. بعد پیشون آمد گفت که در همون باغ سعد ابن معاذ شیشتگیه رهبر قبیله ما، اگر گفت کاری کنی شما که هم مسلمان شود، من یک کار میکنم که او را به نزد شما فرستم، اگر همو را هم مسلمان کنی تمام موافق میشوی. یگان کسی از اهل قبیله او سخن او را یکی او را ده نمیکند. بنابراین به نزد سعد آمد. سعد ایدورگی دیش گفت به خدا گفت این رنگ روی اسید گفت دیگر خیلی شدگی ای. با گفت چیکار کردی؟ چرا اونو را پیش نکردی؟ گفت یگون بدی در اونو ندیدم، سخنهای بسیار خوبی گفتن اگر بخواهی از اینجا می رویم، انسانهای خوبی هستند. دیگر گفت شنیدم که قبیله بنی حارثه قصد کشتن اسعد دارند، یعنی بنی حارثه هم تری نقشه کشیده بودن که اسعد میکشیم. میدونن این خونه ساخته ها که اسعد ابن زراره بچه خاله ته هست، با وجود این طرح خار کردنی او را کشتنی هستند. سعد از جاش خست، خشمناک همون نیزش گرفت و بعد او هم نزدیک شد، دشنام حقارت شروع کرد. گفت ابو امامه لقبی اسعد ابن زراره همون بچه خالش است. گفت ابو امامه تو میدونی که خیشی نزدیک من هستی، چرا گفت چیزی که ما نمیخواهیم به بالای ما بار کردنی هستی؟ چرا به خانه ما داخل میشوی، به دینی نو ضعیفای ما را فریفته میکنی؟ اگر گفت خیش تباری نمیشد در همه جا گفت جان از به سلامت نمیبردی، در همه جا تر هلاک میکردم، بخیز زود گفت از اینجا گم شوی. اما مصعب گفت برادر گفت چی میشود تو هم بشینی صحبت کنیم؟ سعد گفت مایلش، گفت نیزش در همون جا گذاشت در پهلوشون نشست. گفت خیلی خوب، شما چی تعلیمات داری؟ مصعب بعد قرائت قرآن شروع کرد. مصعب بسیار آواز خوشی داشت، بسیار مبلغ زبردستی بود، چرا که ختم کننده مکتب نبوی بود.
مقری او را میگفتن قاری. همچنان این سعد مجذوب تلاوت قرآن و احکام اسلام شد که رنگ رو چهرش دیگر شد. اگر گفت مسلمان شوم چی کار کنم، با او هم تعلیم دادم، بخیر گفتن برا غسل کن، لباسات تازه کن، 2 رکعت نماز بخون. سعد معاذ هم رفته غسل کرد، لباساش تازه کرد، آمده 2 رکعت نماز خون. بعد به نزد اهل قبیلش آمد، مردم دیدنش گفتن این مرد دیگر خیل شده است. بعد گفت ای بنی عبدالاشحل و ای بنی ظفر، من در میان شما چی شخصی هستم؟ همگی گفتن که تو سیدی ما هستی، تو رهبری ما هستی، تو بهترینی ما هستی، نیک و رأیترینی ما هستی. گفت از این روز اعتباراً سخن گفتن زنان و مردان شما بر من حرام است و هیچ کسی صحبت نمیکنم مادامی که به خدا و به رسول او ایمان بیاره. در همون مجلس تمام قبیله بنی عبدالاشحل و بنی ظفر به پیروی همین رهبر خودشان اسلام آوردند و مسلمان شدند. بینه که دین اسلام چقدر دینی جاذبه‌ناک است، انسانکش است. اروپا را مشاهده میکنیم در عصرهای 21 چقدر با وجود تشویقات و تبلیغات ضد اسلامی که یهود و کافر به واسطه های اخبار عموم میبرد، عده مسلمانان چقدر زیاد میشود. دین اسلام دین انسان ساز است، آدم ساز است. فقط یک نفر اسلام نآورده بود است به نام اسیریم از همون قبیله بنی عبدالاشحل، و این مرد در سال 2 هجرت در جنگ احد، پیش از جنگ احد مسلمان می شود. در همون رفت جنگ اسلام قبول میکنه و در همین جنگ شهید می شود. یگان بار سجده الهی کردگی نبود، فقط یگانه کاری که کرد در راه خدا جهاد کرد و جان به جان آفرین سپاری. اما بینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم او را بشارتی به جنت دادن، گفتن عمل قلیلا و اجر کثیرا. گفت اسیریم عمل اندک کرد اما مزد بی نهایت یافت. خب از این قصه ها معلوم شد که وقتی که یگان رهبر مسلمان بشود، وقتی که پیشوا اصلاح شود، چقدر فایده و منفعتش به اسلام میرسد. بنابراین همیشه باید که ما در حق رهبرامون، در حق پیشواهامون دعای هدایت کنیم. ما منع السلطان اکثر مما منع القرآن. حکیما گفتن کسانی که حاکمایی که مردم به سوی اسلام دعوت میکنن از کارهای حرام نگه میدارن، از او کسایی که قرآن معنی میکنه بیشتر است. چرا که مدینه اکثریت اسلام قبول کردن. مردمی که در یثرب زندگی میکردن چنان اصلاح شده بودن که نسبت برادراشون که در مکه زندگی میکردن نسبت همونا غم میخوردن. نسبت مسلمانایی که در مکه مکرمه زحمت میکشیدن، عذاب میکشیدن، با اونا همدردی میکردن. مردمی که به همدیگر چشم دیدن نداشتن به همدیگر جنگ میکردن. اوس و خزرج هر دو خویش اقربای همدیگر بودن اما دشمن همدیگر بودن. به واسطه دین اسلام چنان اصلاح شدن که نه تنها همدیگر را دوست می‌داشتند بلکه مسلمان زندگی میکردند و اونا را به چشم سر دیدگی نبودن، نسبت اونها مهر و محبت داشتند. بنابراین همیشه با هم دیگر صحبت میکنیم که تا کی ما بگذاریم که پیغمبر خدا در مکه مکرمه سرگردان باشد از جای به جای، تا کی بگذاریم که برادرای مسلمان ما در مکه مکرمه مورد آزار و اذیت کافرای قریش بکشند. کار باید کنیم که اونا را به سوی خود بیاریم. این از دین اسلام. بنابراین مؤمنان همه پیغمبر خدا گفتن که همه اعضای یک بدن هستند. یک مسلمان اگر در فلسطین احوالش بد باشد در جای دیگر البته که ما را سخت میرسد. ما مسلمان، ما اعضای یک بدن هستیم. بگذار که در جای دیگر باشد، از او کافر ملعون تاجیکستانی که دشمنی ملت است و دشمنی دین است و دشمنی خلق است، همون
کسی که در هر طرف دنیا زندگی میکند اهل اسلام است، او برادر ماست، او به ما نزدیکتر است. خوب انشاءالله خدا خواسته باشد باز حضرت استاد هفته گذشته صحبت ادامه میدهند. در آخر دعا کردنی هستیم که پروردگار مهربان همه ما و شما را هدایت کند و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سوال ها آمدگی هست و اجازه طلب دعا بعضی برادرها خواستگی هستند، مجموعاً دعا میکنیم. اولش این که چنانه که میبینه در زیر پاهاتون گلیم های تازه و نو گستردگی هست. یک ایده از برادرای اسلامی همین خیر کردن. البته این صدقه جاریه است. تا وقتی که این گلیم ها در زیر پای ما هستند، تا وقتی که در این مسجد یک نفر سرش به سجده الهی گذاشته و نماز میگذارد، ثواب در نامه اعمال اون شخص ها هم نوشته می شود. نامشون ذکر نکردیم چی کسایی هستند، اونا هم طلب دعا داشتند، بیمارها داشتند. بنابراین دعا میکنیم که پروردگار عالم این خیر صدقاتی که این برادرای اسلامی کردن به درگاهت قبول فرما و در نامه اعمالشون نوشته بگردان. بیماراشون شفای کامل و عاجل عطا کن، مشکلی هاشون آسان گردان. و پروردگار مهربان مسافرای ما که در غریبی هستند، به چی مقصدی که رفته باشند نگهبانشان باش که ساق و سالم باز به نزد اهل بیت خود برگردند. کسانی که در طلب فرزند هستند، پروردگارا فرزندای صالحی از برای ایشان عطا کن. پروردگار بیماراشون شفای کامل و عاجل عطا کن. کسانی که از برادرای ما در محبسخانه هستند، پروردگار مهربان آزادی را از برایشان نصیب و روزی بگردان. و هر کس که چی مراد و مقصودی که داشته باشد خود آگاه هستی و این بنده عاجزی تو خبر ندارد و از زبانش جاری نمی شود. پروردگار آگاه و دانا مراد و مقصود بندگان خود را آسان بگردان. اللهم اوصلنا الى جمیع مقاصدنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.